سوال به میان میآید که از خطای از آنجایی که در آنجا پوری ویروس شده است حاضرها از آنجا چیز کسب کنه میآید یا نه دوستان عزیز. این ویدیو را شما حاضر میتوانید که تماشا کنید و پیش از ویدیو را سر کردن در ویدیو لایک کنید و آبون نشوید. رفتیم. السلام علیکم دوستان عزیز، با شما پیچکی ابراز و خود من از علی اکسپرس چیز کسب کردم و از اونجا باشد دو بار چیز کسب کردم. یک بار یک چیزی که به خودم در کار بود و دومین بار من میکروفون کسب کردم اما از اونجا نامد. دوستان عزیز، یکمین باری که من چیز کسب کردم و چیز نامد، دومین بار من میکروفون کسب کردم که حالا اومده ایستاده است. ممکن دوستان عزیز و چیکار که در اکران رسید در اینجا یک چند صورت هایی که من کسب کرده بودم هست. این عکسایی که شما دیده ایستاده این صورت رو خود من گرفتم و دوستان عزیز من یک چند چیز کسب کردم اما نامد. و دوستان عزیز از همون علی اکسپرس من چیز کسب کردم که در آنجا گفته بود که در مدت 54 روز می آید اما در آنجا نامد. من یک بار دیگر چیز کسب کردم و دیگر چیز رو کسب کردم او هم نامد دوستان عزیز. و من یک خبر رو فهمیدم که سامون ایر اون سامولتی که بر خطای می رود بارها رو می آورد، آدم ها رو می آورد و می برد و می آورد، انا همون سامولات رو تاجیکان قطع کردن، یعنی که تاجیکان نموندن که از اونجا چیز با تاجیکستان یاد و از تاجیکستان با اونجا رو دوستان عزیز قطع کردن و امروز 13 فوریه می باشد دوستان عزیز و دیروز باشد 12 بود و دیروز خبر رسید که تاجیکستان سامولات خود را میتواند که بر همون خطای رود و از خطای به ما چیزهای خود را بیارد دوستان عزیز. و ممکن یک بار دیگر من چیز کسب کردم، ممکن بیاید. اگر بیاید من با شما خبر رو حتما میدم، اما من با شما گفتم که یکمین باری که من چیز کسب کردم از آنجا هیچ چیز نامد دوستان عزیز و شما میتونید که از آنجا چیز کسب نکنید چون که نباید. و وقتی که چیزی من اومد پس از تقریبا 20 روز شما میتونید که آن رو گیرید. و یک چیزی رو من به شما میگم که شما وقتی که از الیسپرس چیز کسب میکنید شما اون رو بسپلن دسته فیش کنید که پس از 10 روز مثلا وقتی که اون میگوید مثلا گریت یک 50-60 روز اون باید به دست شما آید دوستان عزیز. و اگر شما تستر گوید اگر در آنجا ویروس باشه اگر ویروسش زنده میموند و وقتی که اگر شما از آنجا چیز کسب کنید و پس از 50-60 روز بیاید و چیز ویروس هایی که در آن هست میمورد. اگر باشد و باوری دارم که نیست، اگر که باشد پس از 50-60 روز این ویروس میمورد دوستان عزیز. شما میتونید که آن را به ملال استفاده برید.